أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظیم. در این آیات اخیر بحث شبهاتی بود و اشکالاتی بود که از طرف یهود مطرح می شد. یکی از شبهات اونها این بود چون که رابط وحی حضرت جبرائیل هست و جبرائیل با ما عداوت و دشمنی دارد و اون چه که بر ما مصیبت آمده، عذاب آمده و ویرانی آمده توسط جبرائیل بوده، ما به همین خاطر قبول نداریم که در آیات گذشته جوابشون را خواندیم. شبهه دیگری در این آیات مطرح میشه و جواب داده میشه و اشکال دیگری اینکه در تورات اجازه ندای غیر خدا داده شده. قرآن با تورات فرق داره. چطور؟ میگویم دلیلش اینه که سلیمان غیر خدا را میخواند. البته این را خدمت شما عرض کنم که سلیمان یکی از پیامبران الهی هست که هم الله عزوجل به ایشون نبوت و پیامبری داده بود و هم پادشاهی داده بود، ملوکیت. اما یهود معتقدند که سلیمان پیغمبر نیست، فقط پادشاه است. اونها می گفتند که سلیمان غیر خدا را می خواند چون جادو می کرد و جادو یه چیزی هست که حتما تو جادو استمداد از غیر خداست، کمک خواستن از غیر خداست. حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله که یکی از مفسران هست و تفسیر عزیزی به زبان فارسی را نوشته، ایشون نوشتن دو چیز در جادو حتما هست. یکی این که حتما در جادو شرک هست، استمداد از غیر خداست. جادو این شعبده بازی نیست. شعبده باز یه سری حرکات عجیب انجام میده، در یک لحظه از بستن چشم مردم استفاده میکنه و سریع کاری میکنه که مردم نمیبینند و بعدا نشون میده که به هر حال من این کار خارق العاده را انجام دادم. مثلا یه چیزی تو دهنش میکنه از جیبش در میاره، به طور مثال عرض میکنم، مردم تعجب میکنن ولی خب اون با حرکات سریعش جابجا میکنه. این یه هنری هست، یک فنی هست، یه مهارتی هست. اما جادو نه. جادو و سحر اونی که اولا در اون
غیر الله خوانده میشه، از غیر الله استمداد میشه، کمک گرفته میشه، و از ارواح خبیثه استعانت میشه. از ارواح خبیثه اونجا کمک گرفته میشه، وظایف شرکیه خوانده میشه. و علامه آلوسی نوشته و یستعان فی تحصیله بالتقرب الى الشیطان، برای تحصیل جادو استعانت و کمک گرفته میشه و تقرب شیطان، یعنی سعی میکنه جادوگر خودش را به شیطان نزدیک بکنه. تقرب شیطان حاصل میشه به ارتکاب القبائح، که اون جادوگر مرتکب قبائح میشه، زشتی ها و بدی ها و نجاست ها میشه. بله، كالرقى التي فيها الفاظ الشرك، مثلا رقیه هایی که تو اونها الفاظ شرک است، یا فلان یا فلان، از حتی ارواح خبیثه را نام میبرند. شاه عبدالعزیز رحمه الله میفرماید جادو 13 قسم داره، در همه اقسامش شرک و ندای غیر الله وجود داره. و ایشون میفرماید که جادوگر به اندازه کار کثیف میکنه که اصلا باید کشته بشه، تو جنازهش خونده نشه، در قبرستان مسلمین دفن نشه. چون که در جادو دو چیز عرض کردم لازما هست، یکی را گفتم یکی فراموش شد. یکی این که حتما از غیر خدا استمداد میشه، از ارواح خبیثه، این شرک است. و دیگه این که در جادو از نجاست استفاده میشه. جادو اگر کسی منویسه، جادوگر یا به وسیله ادرار منویسه، یا به وسیله بلا نسبت مدفوع منویسه، یا به وسیله خون منویسه، حتی ادرار سگ، ادرار گربه، پس افکنده گربه، اینها لازمه جادو هستند. اصلا با عرض کنم چیز پاک نوشته نمیشه. خیلی جادوگران هستن، گاهی دورا دور شنیده میشه که میگن باید حالت جنابت و حالت ناپاکی و نجاست داشته باشه. یه کسی میگفت که اینجا در زاهدان یه جایی هست که افرادی هستن که ادرار سگ میفروشند، اینا مشتری دارن. گفتم بله، همین جادوگران میان میخرند. پس جادو بسیار خطرناکه، حتما تو شرک و نجاست هست این دو چیز. پس شرک که هست، اونها میگفتن سلیمان جادو میکرد، به همین خاطر به جن و انس خدمت میکرد. این یکی از شبهات. شبهه دیگه این که قرآن این جواب داد که و ما کفر سلیمان اصلا جادو نکرد، با جادوگران مبارزه کرد. مبارزش را عرض میکنم. سوم این که اونها میگفتن دو تا فرشته بودن به نام هاروت و ماروت که در قرآن هم آمده، در شهر بابل بودند. اونها هم جادو میکردند، از غیر خدا استمداد میخواستند. پس فرشتگان هم جادو کردند، پادشاه سلیمان هم جادو میکرد. اصلش اینه که قرآن جواب میده سیدنا سلیمان علیه السلام در زمان ایشون زیاد فاصله با سیدنا موسی نداشت. در زمان ایشان زمان جادوگری و اوج جادوگری بود. بالخصوص جنات آزاد بودند، شیاطین آزاد بودند، با انسانها ارتباط داشتند، همون طوری که امروز در زمان ما ارتباطات هست. انسانات و جنات خیلی ها هستند رفتن تو بحر جن، رفتن تو این بحر جنات را تسخیر میکنند، سعی میکنند اونها را تابع خودشون بکنند، بعد از جنات کار میگیرند. نه درآمدی هست. به هر حال شکم گرسنه را سیر کردن است و لا غیر، دیگه خدمتی به انسانیت نیست. و گاهی جنات و انسانها دروغ تحویل مردم میدن، گمشده ها را میگن ما پیدا میکنیم، اخبار از غیب میدن.
لذا در اون زمان هم همین بود که جنات به انسانها جادو یاد میدادند، چون همیشه سعی شده که گمراهی ایجاد بشه، شرک منتشر بشه، کفر و فساد بشه. سیدنا سلیمان علیه السلام از خداوند هم ملکی خواسته بود که ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، چنان پادشاهی که بعد از ایشون کسی داشته نباشد. لذا خدای عزوجل هم بادها را در اختیار ایشون قرار داده بود، تسخیر کرده بود، هم جنات را هم پرندگان را. لذا سلیمان علیه السلام تمام جنات مرده را، متمردین را دستگیر کرده بود و از اونها کار می گرفت. بعضی که خیلی تمرد داشتند اونها را زنجیر به زنجیر بسته بود و تمام کتابچه های جادویی که اونها منتشر کرده بود همه را جمع کرد، اینا را در صندوقچه گذاشت، جای دیگه نمیتونست بذاره از دست متمردین. اتاقی که مال خودش بود، تختی که مال سلیمان بود، استراحتش بود، زیر اون تخت اینا را در زمین دفن کرده بود. و تا زمانی که سلیمان بود جنات نمیتونستن کاری بکنند. حتی برای تعمیر مسجد الاقصی از اینها کار گرفت. در قرآن کریم هم هست، میخوانیم انشاءالله. تا اینکه سلیمان علیه السلام وفات کرد. بعد از وفات سلیمان دوباره جنات آزاد شدند. جنات به زعم خودشون جبران کردن به مردم، حتی گفتن مردم سلیمان این همه ملک و پادشاهی عجیب و غریبی داشت از طریق جادو بود. و بعد به مردم نشان دادن که زیر تخت سلیمانی اونجا جادوها و صندوقچه جادو هست، در حالی که سلیمان مال همین شیاطین را گرفته بود، دفن کرده بود. حتی در ابتدای بعضی از اون کتابچه ها خودشون نوشتن هذا ما کتب آصف ابن برقیه للملک سلیمان ابن داوود من ذخائر کنوز العلم. این کتابچه اون چیزی هست که وزیر سلیمان آصف ابن برقیه برای پادشاه بزرگ سلیمان ابن داوود نوشته از کنوز علم و غیره. حتی بعضی از این آثار در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در دست یهود مدینه هم بود و یهود مدینه میگفتن اینها سندن بر اینکه سلیمان جادو میکرده. الله عزوجل این شبهات را پاسخ داد. الله میفرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اینها پیروی کردند از اون سحری که میخواند. تتلو به معنی دنبال کردن است. والقمر اذا تلاها یعنی تبعها، آنچه که دنبال میکردن شیاطین علی ملک سلیمان، یعنی فی عهد سلیمان. مراد الشیاطین مرادة الجن و هو قول الاکثرین. قول اکثرین این است که منظور جنات متمرده. اما الله عزوجل می فرمد و ما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا. سحر یعنی کفر. سلیمان کفر نکرد، یعنی کار جادو و جادوگری نکرد. کار جادو و جادوگری مرادف با کفر. اما شیاطین کفر کردند. شیاطین در عهد سلیمان یعلمون الناس السحر، مردم را آموختند، آموزش دادند، یاد دادند، جادو یاد دادند. سلیمان علیه السلام جلوی اونها را گرفت. لذا سلیمان علیه السلام کارش جادو و جادوگری نبود، نبی خدا بود، حامل توحید بود، مبارز با جادوگران بود، جلوی جادوگران را گرفت. خیلی اوقات میشه کسی که با یک فتنه مبارزه میکنه بعداً خودش را به همون گرفتار میکند. پیغمبری با جادو مبارزه کرده بعداً خودش متهم میشه به جادوگری از طرف همون دشمنان. یکی از اولیاء خدا، یکی از پیامبران خدا با شرک مبارزه میکنه، بعد از اینکه وفات میکنه خودش را میگیرن شریک خدا قرار میدن، مثل عیسی علیه السلام.
مثل خیلی از بزرگان و اولیا. پس سلیمان علیه السلام جادو نکرد، شیاطین بودن که کفر کردن. یعلمون الناس السحر، به مردم جادو میآموختن. پس این جواب این شبهه که این دروغی هست که شما سر هم کردید و به سلیمان را متهم میکنید. این شیاطین هستند، دشمنان توحیدند، این کار را کردند. شما انسان هایی که الان با اونها هماهنگ هستید فریب اونها خوردید، با اونها هم زبانید. خب شبهه دیگه، شبهه سوم، و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. این البته تفسیرش مختلفه. بعضی گفتند واتبعوا، این عطف بر ما تتلو هست، یعنی واتبعوا ما تتلو الشیاطین، واتبعوا ما انزل علی الملکین. اینها پیروی کردند از آنچه که نازل شد بر دو فرشته در شهر بابل، هاروت و ماروت. و بعضی میگن نه، و ما انزل، این ما نافیه هست، بعضی میگن موصوله هست، واتبعوا ما انزل علی الملکین. بعضی میگن نافیه هست، نازل نشد بر دو تا فرشته در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت، بر اونها جادو نازل نشد. و ما یعلمان من احد، اونها آموزش نمیدادند هیچ یکی را، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. به مردم میگفتن مردم ما امتحان الهی هستیم، آزمایشیم. فتنه الاختبار و الامتحان. ابو السعود، ما آزمایشی هستیم از سوی خداوند. ببینید که بعد از اطلاع از این اسرار و رموز شما کفر نکنید. اما مردم چیکار کردن؟ خیانت مردم، خیانت یهود. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. یاد میگرفتن، می آموختند از اون دوتا آن چیزی که جدایی می افکندن بین مرد و همسرش. خب قضیه هاروت و ماروت چیه و اون چی که قرآن اینجا بیان میفرماید چیه؟ اون را بنده عرض میکنم. چند تا تفسیر است، اما ابتداء یه روایت بنی اسرائیلی یهودی در مورد هاروت و ماروت معروف است. میخوام عرض کنم که این روایت فاسد و مردود و غلطی هست. این روایت غلط اینه که معروف کردن بعضی مفسران متاسفانه از این نوع روایت ها را نقل میکنن. ما روایت های بنی اسرائیلی را پیغمبر اجازه داده نقل بکنیم، اونهایی که با عقاید ما در تضاد نباشند. اینها با تمام اصول اعتقادی در تضاد این روایت. چطور در تضاد؟ عرض میکنم. این روایت دروغین اینه که خدای عزوجل وقتی که بر بندگان خودش احسان کرد و بندگان را الله تعالی به هر حال در دنیا زندگی داد و در دنیا بسیاری از بندگان طاعت و فرمان خدای عزوجل بردند، بسیاری از و بعضی فساد کردند. بعضی از فرشتگان اعتراض کردند که اینها همون بندگانی هستند که شما اینها را خلق کردید، اینها فساد کردند. دو تا از فرشتگان اسمایشون با هاروت و ماروت بود. خدای عزوجل فرمود که اون غریزه هایی که اونها دارن، اون نیازهایی که اونها دارن، اگه شما داشته باشید هم شما چیکار میکنید؟ همین کار را میکنید. اونها را خدای عزوجل فرستادند برای زمین. اونا گفتند ما نمی کنیم. اونها را خدا فرستادند برای اهل زمین. اینجا می آمدند روزها، می آمدند اینجا کارشون یا آموزش جادو بود یا کارشون بعضی نوشتن قضاوت بود. خلاصه این روایت های بنی اسرائیل مختلف هستند. اینها مردم پیش اینها مراجعه می کردند برای مشکلات خودشون. اینها
عرض به خدمت شما که نشسته بودند که یک زنی آمد پیش اینها، زن زیبارو بلا تشبیه خوب صورت. اینها هر دو فریفته و عاشق اون زن شدند و از اون زن تقاضا کردند که علیاذ بالله کار فساد باشون، فحش باشون انجام بده. اون زن قبول نکرد. اون زن بالاخره، روایت دروغین هست دیگه، گفت که شما باید اول به اون بت من، به خدای من ادای احترام بکنید، سجده بکنید. اینا قبول کردن، شرک کردن. بعد گفت که باید شوهر منو بکشید، شوهرش را هم کشتند. بعد آخر بالاخره به اونها گفت که شما باید به من اگر اسم اعظم را، چون این فرشتگان هر شب اسم اعظم را میخواندند و میرفتن به آسمان، اسم اعظم را به من یاد بدهید، بعدا من با شما این کار را میکنم. اونها بالاخره بعد از این که آمدند و میخواستن این کار را با اون زن انجام بدن، اسم اعظم را هم به او یاد دادند. این زن که اسمش زهره بود اسم اعظم را خواند و پرواز کرد، رفت به طرف آسمان ها. این هر دو تا فرشته زمین ماندند. رفت ستاره ای شد از ستاره های آسمان. الان یکی از ستاره ها اسمش زهره هست. این روایت دروغین اینو میگفت. بعدا این دو تا فرشته را خدای عزوجل فرمود ببینید شما از انسان ها بدتر کردید، مرتکب زنا شدید، مرتکب قتل نفس شدید، مرتکب شرک شدید. لذا فرشتگان اعتراف کردن خدای ما اشتباه کردیم. خب خدای تعالی فرمود الان چه جزایی میخواهید؟ جزای شما را آخرت، در آخرت بدم یا در دنیا؟ این فرشتگان گفتن نه خدای ما را در همین دنیا جزا بده. خدای عزوجل هر دو را به صورت سرنگون و به صورت چپه آویزان کرد در چاهی در بابل. هنوز تو اون چاه سرنگون هستند و آویزان هستند تا قیامت و شکنجه داده می شوند. قیامت بعداً وقتی برپا بشه، آخر زمان برپا بشه، شکنجه اینها تمام میشه. خب این داستان دروغین هست که درست کردم. بنده عرض کردم این نوع داستان ها را که ما رد میکنیم، به شدت رد میکنیم، به دلیل اینکه اینها با تعلیمات قرآن در تضادن. قرآن فرموده که فرشتگان گناه نمی کنن، لا یعصون الله ما امرهم. اونها معصومند، اونها از گناه پاکند. این داستان میگه نه معصوم نیستند. پس این داستان مخالف قرآن است یا نیست؟ و در رابطه با این داستان بعضی از بزرگان خیلی نوشتند، اما یک روایت عرض میکنم. اعلم ان هذه الرواية فاسدة مردودة غیر مقبوله. علامه اندلسی در بحر المحیط نوشته که این روایت فاسدی هست، باطل هست، مردود هست، غیر مقبول است. لانه لیس فی کتاب ما يدل على ذلك. در هیچ کتابی نیست که این روایت را تایید بکند، بل فیه ما یبطلها. بلکه در هر کتابی اون چیزی هست که بر علیه این روایت. این تفسیر کبیر نوشته، اندلسی نوشته و هذا كله لا يصلح منه شيء. همه اون چی که در این داستان ها آمده غلطند، صحیح نیستند. و والملائکه معصومون لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه الهی معصومند، از گناه پاک هستند. پس این روایت مردودی هست. خب این روایت رد. اصلا این روایت را حکایت کردن جایز نیست برای مردم، عموم مردم، مگر اینکه انسان به نیت رد حکایتش بکنه تا هیچ کسی گول نخوره. اما واقعیت هاروت و ماروت چیه؟ بعضی تفاسیر، اکثر تفاسیر این رو نوشتن که در زمان گذشته بعد از سلیمان علیه السلام اوج جادو بود.
مردم خیلی به جادو علاقمند بودند و جادو زیاد می شد. پیغمبری اگر می آمد، چون خیلی از پیغمبران مبعوث شدند، معجزه‌ای نشون میداد، مردم معجزه را هم به چشم جادو نگاه میکردند. کسی فرق بین جادو و معجزه نمیدونست. این دو تا فرشته را خدای عزوجل فرستاد تا به مردم آموزش بده، تا به مردم یاد بده جادو را. چرا؟ تا وقتی که مردم علم جادو داشته باشند، اون وقت کسی که معجزه بکند میدونند که این معجزه است و جادو نیست. چنانچه جادوگران که با موسی علیه السلام مبارزه کردند، همه جادوگران ماهر و بزرگ بودند. موسی که معجزه عصا را نشان داد، همه متوجه شدند مال ما فرق میکنه با موسی، ایمان آوردند. لذا مردم اگر علم جادو داشته باشند، اون وقت پیغمبری که میاد و معجزه نشون میده، مردم حقانیت او را میدونند. به این خاطر آمدن به مردم جادو یاد بدند. اما مردم سوء استفاده کردند. مردم از اون جادو را دنبال کردند. و تبعو ما انزل علی الملکین، یعنی مردم دنبال کردند، شیاطین دنبال کردند اون جادویی که نازل شد بر دو تا فرشته در شهر بابل، هاروت و ماروت. و اینها گفتن به مردم که ما امتحانیم، ما به خاطر امتحان و آزمایش آمدیم به شما جادو یاد بدیم. شما ببینید که کاری نکنید که بین مردم تفریق ایجاد بشه، سوء استفاده نکنید. اما مردم از اونها یاد گرفتند و سوء استفاده کردند. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. همونطور که خیلی امروز از تعویذات، از بعضی جادوگری ها، از بعضی از این نوع اوراد سوء استفاده میکنن، بین مرد و زن تفریق ایجاد میکنن، مردم را سرگردان میکنند، معاملات مردم را ضربه میزنند به وسیله جادوگری. اونها همین کار را کردند. خب پس بر اساس این سخن و این گفته، اینها آمده بودن جادو یاد بدن، ولی به خاطر فرق بین جادو و معجزه. این روایت را گرچه داستان را گرچه مفسران نوشتند، از ظاهر قرآن وقتی تفسیر بیکنند همینطور معلوم میشه، ولی اصل این هم زیاد به دل نمینشینه، نمیچسبه. به دلیل اینکه جادو، ما الان عرض کردیم از قول شیخ عبدالعزیز رحمه الله، تمام انواع جادو تو اونها شرک است. چطور خدای عزوجل دو تا فرشته بفرسته که به مردم جادو یاد بدند؟ یعنی به مردم چی؟ شرک یاد بدند. پس این هم غلطه. بعضی از مفسران گفتن که اینها دو نفر آدم شیاد بودند، هاروت و ماروت دو نفر آدم شیاد بودند، آمدند به مردم گفتند که ما فرشته ایم، به مردم جادو یاد میدادند و به مردم میگفتن ما فرشته ایم، آمدیم از این طریق مردم را فریب دادند. الله عزوجل بر اساس این گفته تفسیر اینطور میشه: و ما انزل علی الملکین ببابل، خدا نازل نکرد بر دو تا فرشته در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت، یعنی بر اینها چیز نازل نکرد، اینها اصلا فرشته نبودند و اینها مردم را فریب میدادند و میگفتند و ما یعلمان من احد، هیچ کسی را آموزش نمیدادند، حتی یقولا انما نحن فتنه، میگفتند که ما فتنه هستیم، فلا تکفر، ببینید که کفر نکنید. ولی مردم از فتنه های اینها پیروی میکردند. یعنی اینها دو تا از شیاد بودند، دو تا شیطان بودند، آمده بودند که مردم را گرفتار گمراهی و فساد بکنند. به دروغ میگفتند ما فرشته ایم، فرشته نبودند. بعضی اینو نوشتن.
علامه انورشاه کشمیری رحمه الله که از اساتید و مشایخ ما هستند، استاد مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه هم هستند، ایشون میفرمایند که شیاطین به بنی اسرائیل جادو آموختند. خوب توجه بفرمایید. و اون بنی اسرائیلی ها شیاطین را غیبدان می دانستند. این زمانی بود که سلیمان علیه السلام فوت کرده بود. در این زمان پیامبری دیگه وجود نداشت. خدای عزوجل برای اینکه راه هدایت را و نجات را به بنی اسرائیل نشان بده، دو تا فرستاد و اونها بنی اسرائیل را جادو یاد ندادند، اسما و صفات الهی که از تورات گرفته شده بودند، اسما و صفات الهی را که از تورات گرفته بودند اونها را آموختند. و این اسما و صفات الهی در مقابل سحر بود، این جادو نبود، این مبارزه با جادو بود. و این علم را میگه علم الاسرار، علم الاسرار. و زمانی که فرشتگان اونها را یاد کردن، توصیه کردن که ببینید که وقتی که حقیقت برای شما منکشف شد، علم اسرار را به شما دادیم، حق و باطل را شناختید، دیگه به سوی سحر نروید و کتاب الله را پشت سرتون نیندازید، شما تورات را پشت سر نیندازید. و اگر این کار را کردید قطعا عرض کنم که الله عزوجل قطعا شما کافر میشید، الله از شما ناراضی میشه. و گویا گفتن وجود ما امتحانی هست، آزمایشی هست که بعد از آمدن ما و تعلیم ما تابع شیطان نشوید. همین از علم الاسرار را، همین اسرار و رموزی که ما به شما آموختیم از تورات، اینها را بگیرید، به سوی سحر نروید، به سوی جادو نروید. اما بنی اسرائیل چیکار کردن؟ سوء استفاده کردن و این علم پاک را آموختند، اما برای خواهشات و مقاصد خودشون سوء استفاده کردن. همونطور که خیلی ها بعضی هستن که بعضی اوراد و آیات قرآنی را میدونند ولی سوء استفاده میکنند، مغازه کسب و درآمد باز کردن. اونها همین کار را کردن، مثلا از این طریق تفریق بین زن و شوهر ایجاد کردند. بر اساس این ما انزله، ما نافیه نیست، ما موصوله است، یعنی واتبعوا ما انزل علی الملکین. اینها پیروی کردند از آنچه که بر دو فرشته نازل شد. ایشون میفرمایند دو فرشته بودند در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت. چی نازل شد بر دو تا فرشته؟ علم الاسرار، علم اسما و صفات الهی. بله، عرض کنم که این تفسیر دیگری هست که علامه انورشاه کشمیری رحمه الله این تفسیر را ذکر کردن. یک تفسیر دیگری که بنده از قول امام قرطبی و علامه ابن جریر رحمه الله خدمت شما اون تفسیر را عرض می کنم، اونها همین را اختیار کردند. اون اینه که ما نافیه هست و هاروت و ماروت بدل از شیاطین است، یعنی هاروت و ماروت دو تا فرشته نبودند، هاروت و ماروت دو تا شیطان بودند که خودشون را به شکل فرشته جا زده بودند و به شکل فرشته خودشون را معرفی کردند. لذا الله عزوجل میفرمد و ما انزل علی الملکین، به بابل هاروت و ماروت ما نافیه هست. مفهوم اینه که این اشتباه هست که از آسمان دو تا فرشته برای امتحان بنی اسرائیل علم سحر آوردند. نه، و ما انزل علی الملکین، چنین چیز نازل نشده، بلکه شیاطین سحر را آموزش میدادند
و از آن شیاطین این دو نفر به نامهای هاروت و ماروت در بابل بودند و زندگی مذهبی بنی اسرائیل را هدف قرار دادند و می گفتند که شما اگر از ما سحر را یاد گرفتید کافر میشید، ما فتنه هستیم. اما بنی اسرائیل چنان گمراه بودند که آمدند بعد از شنیدن این همه جادو را یاد گرفتند از این دوتا و بین مرد و زن تفریق ایجاد کردند. این هر دو تفسیرهایی هست که واقعا با عقاید هم همخوانی دارد و این تفسیرها میتونه تفسیرهای درست این آیه باشه. یکی این که علامه انور شاه کشمیری رحمه الله میفرماید که اینها فرشته بودند، سحر نیاموختند، اینها علم الاسرار را آموختند ولی مردم سوء استفاده کردند. یا اینکه اصلا اینها فرشته نبودند، ما دوتا فرشته نفرستادیم، این غلطه که ما سحر فرستادیم، یعنی قرآن میگه، بلکه اینها شیاطین بودند، بدل از شیاطین از هاروت و ماروت. اینا آمدن به مردم زندگی مذهبی اونها را هدف قرار دادن، به مردم گفتن ما فتنه هستیم، ما به شما جادو یاد میدیم ولی سعی کنید شما مثل ما کفر نکنید. مردم وقتی که گرفتار شدند دیگه گرفتار شدند. بنابراین هر چی که هست به بنی اسرائیل این شبهه، جواب شبهه اونها این است که بر فرشته سحر نازل نشده. شما میگید فرشتگان سحر میآموختند، اصلا بر فرشتگان سحر و جادو نشده. یا اینکه اونها دو تا فرشته بودند، علم الاسرار بود، یا اینکه نه، اونها دو تا شیاد بودند، دو تا شیطان بودند و به جای فرشته خودشون را جا دادند. لذا الله میفرماید و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، نازل نشد بر دو تا فرشته در شهر هاروت، در شهر بابل به نام هاروت و ماروت، یعنی سحر نازل نشد. و ما یعلمان من احد، اونها خودشون دو نفر بودن شیطان که مردم را فریب دادن، هیچ کسی را تعلیم نمی دادن، حتی که می گفتن انما نحن فتنة، ما فتنه و امتحانیم، فلا تکفر، کفر نکنید، ولی مردم سوء استفاده کردن. فیتعلمون، خیانت یهود، مردم یاد می گرفتن از آنان ما یفرقون به بین المرء و زوج، آن چیزی که بین انسان و زنش جدایی می افکندن. اما الله عزوجل اینجا دفع شبهه می فرماید. کسی فکر میکنه جادو خیلی خطرناکه، الله می فرماید نه، جادو انقدر خطرناک نیست. و ما هم بالضارین به من احد الا باذن الله، این جادوگران ضرر نمیتونن برسانن هیچ کسی را مگر به اذن الله. پس ما باید به اذن الله بدونیم که هیچ کسی نمیتونه با جادو حتی به ما ضرر برسانه، اما به شرط اینکه در پناه الله در بیاییم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حفاظت از جادو و سحر و تمام اباطیل به ما یاد دادن، خود آن حضرت هم خواندند، یاد دادن که به خدا پناه ببرید. به خدا چگونه پناه ببریم؟ این نسخه را یاد کنید. این تعویزی هست، به جای اینکه تعویز بگیرید و به گردنتون آویزان کنید، اینو بخونید. این تعویزی است که پیغمبر به ما یاد داده، فرمود هر شب 3 بار قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخونید و خودتون را دم کنید، تمام بدنتون را بمالید. خدای عزوجل از هر بدخواه، بدچشم، جادوگر، باطل شما را الله چی میکند؟ محفوظ میکند. و در بعضی روایت هست که قل هو الله را هم اضافه فرمودند. اصلا این سوره ها برای همین نازل شد. به پیغمبر دستور داده شما اینها را بخوانید، اون جادویی که بر پیغمبر شده بود اون را اثراتش را الله باطل کرد. پس شما اگر بخوانید انشاءالله محفوظ میمانید، هر شب بخوانید. این معمول آن حضرت بود تا آخر حیات، حتی که آخر حیات آن حضرت ضعیف بود، مریض بودن، نتونستن بخوانن. ام المؤمنین عایشه به جایشون خواندند و به دستان خود رسول الله دم کردند، دستان آن حضرت را بر بدنش مالیدند.
پس معلوم میشه که به صورت مداوم آن حضرت میخواندند که این زمان ام المؤمنین ضرورت و نیاز دیدند. لذا کسی که به پناه خدا بره هیچ ضرری جادوگران نمیرسانند. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، مگر به اذن الله. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اما بنی اسرائیل یاد میگرفتن اون چیزی را که به ضررشون بود و نفعشون نبود، یعنی به جای ایمان کفر و شرک و جادو. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة. اینجا خدای عزوجل رد میفرماید شیوه علماء یهود را. الله میفرماید آنها میدانند، ولقد علموا دانستند، لمن اشتراه البته اون چیزی را که اونها انتخاب کردن، اونها اختیار کردن، اونها برگزیدن، ما له فی الاخرة من خلاق، نیست برای اون در آخرت هیچ سهمی. یعنی میدونن که این کاری که کرده هیچ سهمی برای اونها در آخرت ندارد. ولبئس ما شروا به انفسهم، بسیار بد است اون چیزی که ما شروا ای باعو، فروختن با آن خودشون را، ما باعو به حظوظ انفسهم، سهم خودشون را فروختند، یعنی جادو بود. بسیار کار بدی کردن. لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون یا تمنی است کاش میدانستند، یا شرطی است لو کانوا یعلمون اگر حقیقت را میدونستند ما فعلوا، این کار را انجام نمیدادند. لذا الله عزوجل میفرماید این علماء سوء، اینهایی که دنبال جادو و جادوگری هستند، اینهایی که دنبال ندای غیر الله هستند، بسیار راه بدی را و روش بدی را پیش گرفتند، کاش میدانستند. و اینجا الله عزوجل ترغیب میده به جای اون کفر کاش ایمان می آوردند، به جای خدا ناترسی کاش تقوا را برمیگزیدند. الله می فرماید ولو انهم آمنوا، اگر آنان ایمان می آوردند، بنویسید به محمد و قرآن، اگر ایمان می آوردند به جای کفر، ایمان می آوردند به محمد صلی الله علیه وسلم و قرآن مجید، واتقوا، و اگر آنها تقوا را برمیگزیدند، می ترسیدند از خدا، تقوا اختیار می کردن، از کفر و شرک دوری می کردن به جای بدعملی و فساد. بنویسید این بهتر بود برایشان. جواب مقدره، خیر لهم، لکان خیر لهم. لمثوبة قائم مقام جواب است. لمثوبة من عند الله خیر، چون که این ثواب، لمثوبة ای ثواب الله، اجر و پاداش الهی از جانب خدا بهتر است برای اونها. لو کانوا یعلمون، کاش اونها میدانستند. خب تا اینجا ذکر خباثت ها و فساد یهود بود و جواب اشکالات و شبهات اونها. از این آیه به بعد، ضمن اینکه بعضی دیگر از اشکالات در آیات آینده جواب داده میشه، اما بحث منافقین یهود است که منافقین یهود با وجودی که در دلشون کفر بود، در مجلس رسول الله می نشستند و به پیغمبر خدا توهین می کردند، بیادبی می کردند، زیر زبانی چیزی می گفتند و تو دلشون خرسند بودند که ما اینو گفتیم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم گاهی برای صحابه صحبتی چیزی می فرمودند، تعلیمی بود، آموزشی بود. بعضی جاها که صحابه نمی فهمیدند، متوجه نمی شدند، به جای اینکه می گفتند یا رسول الله تکرار بفرمایید، ما را ملاحظه بفرمایید، به ما هم توجهی بفرمایید، نگاه بکنید، واژه‌ای که بکار می بردن راعنا، یعنی رعایت ما بکنید، رعایت ما بکنید یعنی یک بار دیگه. اما
اون منافقین این راعینا رو یک مقداری کش میدادن، راعینا یک یا اضافه میکردن. راعینا، راعی به چوپان میگوین، چوپان ما میگفتند و پوزخند میکردن، به هم دیگه مسخره میکردند. این بیادبی را نسبت به آن حضرت صلی الله علیه وسلم میگن. بعض میگن نه، اونا همین راعینا میگفتن. راعینا از رعونت است، به معنی حماقت، نادانی. علیاذ بالله معنیش میشه نادان ما، چون اونا یک معنی بعیدی، معنی دیگری در نظر میگرفتن. خدای عزوجل تذکر داد به اصحاب و به مؤمنین که شما راعینا نگویید که کسی سوء استفاده بکند از این کلمه. شما انظرنا بگویید. ببینید ما از اینجا میتونیم استنباط بکنیم گاهی یک کلمه ای هست که از نظر شرعی امکان داره مشکل داشته نباشه، اما دیگه کسانی هستن میان سوء استفاده میکنن از اون کلمه. خب برای ما هم درست نیست اون رو بگیم. مثلا یک کلمه ای هست که معنای شرکی نداره، اما بعضی ها اراده شرکی میکنند، بعضی ها سوء استفاده میکنند، بعضی ها از این کلمه سوء استفاده میکنند. پس برای ما اهل توحید هم درست نیست اون کلمه را بگیم که سوء تفاهم و سوء معنا ایجاد بشه. چه برسد اون کلماتی که تو اونها بوی شرک هست، اونها به طریق اولاد استفادهشون هیچ جایز نیست. بله، الله عزوجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ای مؤمنان راعنا نگویید، و قولوا انظرنا، و بگویید ای پیغمبر به ما نگاه کن. انظرنا بگویید بجای راعنا. و اصلا بهتر از همو اول خوب گوش کنید، واسمعوا، خوب توجه کنید، گوش کنید تا بفهمید، نیازی به تکرار نباشه. اما این کافرانی که توهین کردند و بی ادبی کردند، الله می فرماید وللکافرین عذاب علیم، برای این کافران عذاب دردناکی هست، عذاب دردناکی هست. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین. اینجا خدای عزوجل سرزنش می فرماید این کفار و مشرکین را. دوست ندارن کسانی که کفر کردند. من اهل الكتاب، من بیانی است، بیان الذین کفروا. الذین کفروا کیند؟ یعنی من اهل الكتاب، اهل کتاب، ولا المشرکین، و نه مشرکین. یعنی خواه اهل کتاب باشن خواه مشرکین، اینا دوست ندارند ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، این که نازل بشه هیچ خیری از جانب رب شما. تمام انواع خیر را برای شما نمیپسندند، دوست ندارند. به همین خاطر شما بهانه به دست ندهید، ترک بکنید راعینا را از این به بعد. و اونها از چه ناراحتن؟ از این ناراحتن که چرا این وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمد. والله یختص برحمته من یشاء، الله اختصاص میده با رحمتش هر کسی را که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، خداوند عزوجل دارای فضل عظیم هست. خب یکی دیگر از اشکالات موضوع نسخ است. من در رابطه با نسخ خدمت شما کوتاه عرض بکنم. نسخ به معنای اینه که قبلا یک حکمی بوده، اون حکم چی شده؟ حکمش زمانش تمام شده، جایگزین اون حکم یک حکم جدیدی هست، یک دستور جدیدی هست. قبلا مثلا اجازه بود این کار را انجام بدهید، الان منسوخ شد، نه از این به بعد انجام ندهید. نسخ اصلا در تمام ادیان بوده و اصلا نسخ بین ادیان هم بوده. یعنی یه پیغمبری، اصول پیامبران همه مشترک است. یه پیغمبری بوده، اون پیغمبر شریعتی داشته، منظور از شریعت فروع هستند، احکام هستند.
مثل نوح علیه السلام. پیغمبر دیگر که آمده مثل سیدنا ابراهیم آمده، این دیگه اون شریعت را نسخ کرده، ناسخ اون شریعت بوده، یه شریعت جدیدی، احکام جدیدی آوردند. هر پیامبری که بعدا می آمده، البته انبیا نه، رسول. فرق نبی و رسول اینه که نبی که آمده همون شریعت پیغمبر گذشته را چی می کرده؟ همون تبلیغ می کرده. رسول اینه که اصلا این دارای یک کتاب جدید مستقل، شریعت جدید. رسول کم هستند، انبیا زیادند. همه عرض کنم که رسول نبی هستند، اما همه انبیا رسول نیستند. خب هر رسولی آمده ناسخ شریعت گذشته بوده. موسی علیه السلام که آمده شریعت جدیدی آورده، تورات را آورده، لذا هر چی در گذشته بوده همه منسوخ شدن، یک شریعت جدید. عیسی آمده دیگه تورات منسوخ شده، زمانش تمام شده، زمان انجیل. محمد صلی الله علیه وسلم آمده دیگه تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و صحف موسی همه منسوخ. الان دور قرآن است. اما همه ادیان نسخ را قبول دارند به غیر از یهود. یهودی ها میگن در دین یهود دیگه نسخ نیست. به چه معنا؟ به همین خاطر بعد از موسی و بعد از تورات نه هیچ پیغمبری را قبول دارند، انبیا را قبول دارند، رسول را قبول ندارند. انبیاء بنی اسرائیل عرض کردم 4000 تا بودند. عیسی را به همین خاطر قبول نداشتند که آمده و تورات را منسوخ میکنه، شریعت موسوی را منسوخ میکنه. لذا عقیده یهود امروز هم همینه که بعد از یهود دیگه نسخ وجود نداره. هیچ پیغمبری نمیتونه که بیاد و تورات را منسوخ بکنه. لذا نه عیسی را قبول دارن نه محمد صلی الله علیه وسلم را به همین خاطر قبول ندارند. پس این نسخ بین ادیان است و نسخ بین احکام را هم قبول ندارن. میگن یعنی چه؟ اول یک دستوری صادر میشه، بعد اون دستور تمام میشه، یک دستور جدیدی، مگر پشیمان میشید؟ الله عزوجل در این آیه جواب میده که نسخ هم مطابق شرع هست، هم مطابق عقل است. شما هم میدونید مطابق عقل است، دنیا هم میدونه. مثلا یک امت جدیدی هست، تازه آمده بر مسیر ایمان، ابتداعا دستورات چی داده میشه؟ دستورات ابتدایی. کم کم این مرحله تربیتی کم کم پیش میره. آقا بعد از این مدت این حکم، به جای این حکم این حکم، به جای اون حکم این حکم. مثلا شما ببینید در باب حرمت شراب روز اول گفته نشد که شراب حرامه. کم کم اول درباره شراب یسألونک عن الخمر والمیسر، درباره شراب میپرسند، بگو که هم منافع داره هم مضار داره، اما و اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش ضررش از نفعش بیشتره. این اول یه مقداری فهمیدن که شراب یه چیز جالبی نیست. بعد حکم بعدی آمد، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، شراب میخورید بخورید، در وقت نماز از این به بعد ممنوعه. این حکم آمد. کم کم قباحت و شناعت و زشتی شراب بیشتر در دل. بعد حکم سوم آمد. ببین کسی را که میخواهید تربیت بکنید تدریجا، اول فقط حکم نماز، دیگه حکمی نبود. بعدا روزه هم آمد، زکات هم آمد، حج هم آمد. اول جهاد نبود، جهاد بعدا آمد. به هر حال احکام همین طور برای کسی که تربیت بکنیم. شما ببینید یک حکومتی تازه که تشکیل میشه قانون اساسی جدید برای خودش داره، اون قانون حکومت گذشته را قبول نداره. قانون که میاد برای مردم یه بخشنامه میاد که همه مردم اینگونه رفتار بکنند درباره هر چیزی، درباره قوانین رانندگی، درباره اصلا قوانین مدنی، چیزهای دیگه. بعد از مدتی 6 ماه میگذره،
بخشنامه میاد که از این به بعد اون بخشنامه مدتش تمام شو، از این به بعد به این بخشنامه جدید عمل کنید. تکمیل لازمه، تکمیل این چیزا هست. هر چیز رو بخوایم کامل بکنیم اول یه چیزی دستور داده میشه، بعد اون دستور تمام میشه، دستور دیگه میاد، دستور دوم تمام میشه، دستور سوم میاد. پس دین اسلام که تدریجا داره تکمیل میشه تا اون روزی که الیوم اکملت لکم دینکم اعلام میشه، لذا کم کم احکام اضافه کم میشه، آیات منسوخ میشند، آیات جدید جایشون میاند. این به هر حال هم مطابق عقل هم مطابق شرع و دستور خداست. یهود این را قبول نداشتند، الله این را جواب میده. الله میفرماید ما ننسخ من آیت، آنچه که ما منسوخ میکنیم از آیه، تلاوتش را اصلا منسوخ میکنیم، او یا حکمش را منسوخ میکنیم، او ننسها یا فراموشش میدیم از ذهن شما. جوابش جایگزینش نأت بخیر منها، می آوریم بهتر از اون، او مثلها یا مثل آن، یعنی چیزی شبیه آن یا بهتر از آن می آوریم. لذا چرا دستور خدا را چی شما ایراد میگیرید که منسوخ چرا شده و چرا آیه جدید به جایش آمده؟ الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا نمیدانی که خداوند بر هر چیز قادر است؟ ببین نأت بخیر منها زیرش بنویسه جواب حکیمانه، این یعنی مطابق حکمت خداست که یک دستوری را از بین میبرد، دستوری دیگری جایگزینش بهتر از اون را میارد. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، این جواب حاکمانه هست، بنویسی جواب حاکمانه. مگر نمیدونی خداوند پادشاه مطلق است، هر چی بخواهد انجام میده؟ چرا اعتراض میکنی؟ الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدانی که همانا برای الله است پادشاهی مطلق آسمان ها و زمین؟ و ما لکم من دون الله، و نیست برای شما بغیر از الله من ولی ولا نصیر، هیچ حامیه، هیچ یاوری، ولا نصیر، هیچ کمک کننده ای. پس هر چی که خداوند حکم می کند باید در مقابل اون تسلیم بشید. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، ام بماند بل هست، اینجا تحذیر است از بعضی از عواقب. بلکه شما میخواهید از پیغمبرتون سوال بکنید، کما سئل موسی من قبل، همان گونه که از موسی سوال کردن. بعضی چیزهای بی ربط یهودی ها میخواستند از پیغمبر، بعضی چیزهای بی ربط و بیجا از پیغمبر میخواستند. عرض کنم که الله عزوجل میفرماید شما از موسی هم چیزهای بی ربط و بیجا میخواستید. مثلا موسی علیه السلام را گفتن که ما باید خدا را ببینیم، از پیغمبر هم شبیه اینها میخواستن. بعضی اینجا در تفسیر این آیه گفتن بعضی از منافقین یهود بودند، منافقین به ظاهر مسلمان بودند، گرچه بعضی گفتن بعضی از مسلمانان ابتدا نمیدونستن، ولی غلطه. صحابه‌ای که تربیت یافتگان مکتب رسول الله باشند، توحید در اعماق دل اونها جا گرفته، اونها هیچ وقت چنین خواسته ای را مطرح نمی کنن. اینا کی بودن این خواسته را مطرح کردن؟ منافقین یهود. دیدند که بعضی از مشرکین چی دارند؟ ذات انوات دارند. ذات انوات چیه؟ یه درختی را مقدس می دونستند و بر اون درخت آویزان می کردن، لباسهای خودشون را، پارچه های خودشون را، شمشیرهای خودشون را، اسلحه خودشون را، و معتقد بودن اینجا وقتی که این آویزان بشه متبرک میشه. برای چی میشه؟ متبرک میشه. لذا بعد از اون ما اگر بجنگیم این شمشیر ما را حفاظت میکنه، این درخت، این تبرک
در حفاظت ما تأثیر داره. لذا بعضی از منافقین گفتن یا رسول الله همونطور که اونها درخت ذات انوات دارند برای ما هم یک جای تعیین بکنی که ما هم همین کار را بکنیم. الله عزوجل سرزنش فرمودن شما میخواهید از پیامبر من همون چیزی بخواهید که بنی اسرائیل از موسی خواستند؟ بنی اسرائیل از موسی چی خواستند؟ به محض اینکه از دریا رد شدند وارد صحرای سینا شدند، اونها یه جایی دیدند که یک گروهی نشسته بتی را عبادت میکنند، تمام دوروبر اون بت جمع شدند، معتکفند، تمام دوروبر اون بت جمع شدند. چی گفتن بنی اسرائیل؟ گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، برای ما هم خدایی که ما ببینیم اطرافش جمع بشیم تعیین بکن چنانچه این قوم بت پرست داره. موسی گفت قال انکم قوم تجهلون، واقعا شما جاهل و بیخرد هستید. لذا الان این منافقینی که ذات انوات خواستند الله عزوجل سرزنش میفرماید ام تريدون، آیا شما میخواهید ان تسألوا رسولکم، از رسولتون بیجا سؤال و خواسته مطرح کنید، کما سئل موسی من قبل، همان گونه که موسی خواسته شد قبل از این، از موسی خواستند که اجعل لنا آلهة، بعد از اینکه خدا ایمان و توحید را داده دوباره کفر میخواهید؟ و من یتبدل الکفر بالایمان، هر کسی تبدیل کند کفر را در مقابل ایمان، فقد ضل سواء السبیل، همانا این انسان گمراه شده از راه راست. و ببینید این مسائل را کیها بودن که مطرح میکردن؟ یهود بودن، منافقین به لباس یهود. حتی این اشکالات و شبهات را همونا مطرح میکردن. هدف اونها چی بود؟ الله عزوجل اینجا هدف اصلی اونها را بیان میفرماید. ود کثیر من اهل الكتاب، دوست دارد بسیاری از اهل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، لو مصدریه هست، این که برگردانند، یعنی برگرداندن شما را بعد از ایمان شما به کفر دوست دارند. حسدا من عند انفسهم، این حسدی هست از جانب اونها، چون که دین موسی نماند، همه به کفر رفتن، به شرک رفتن، اونها دوست دارن شما هم به کفر و شرک بروید. چرا؟ حسدا من عند انفسهم، حسدی از جانب اونها. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق برای اونها واضح شده، لذا دوست دارن که شما به کفر برگردید. خب چنین کسانی که برای ما و برای دوستان ما کفر میخواهند، نباید با اینها جنگید؟ نباید با اینها جهاد کرد؟ بعضی میگه هنوز حکم جهاد نازل نشده بود. الله میفرماید فاعفوا عنهم، فاعفوا واصفحوا، شما عفو کنید، درگذر بشید، حتی یأتی الله بامره، حتی که خدا امرش را بیارد، یعنی دستور جهاد بده. ان الله على كل شيء قدیر، بدون شک خداوند بر هر چیز قادر است. پس خدا قادر است دستور جهاد هم میده، ولی شما صبر کنید، تحمل داشته باشید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، بنویسه بیان امر مصلح. الله عزوجل امری از امور مصلح را چی میفرماید؟ اینجا دستور میده. همیشه وقتی که میخواهیم به بقیه احکام، به بقیه دستورات خوب عامل باشیم، خوب پایبند باشیم، یکی از امور مصلح مثل نماز، روزه، الله دستور میده که این آمادگی ایجاد میکنه. مثلا نماز و زکات آمادگی ایجاد میکنه برای جهاد. چطور؟ در نماز چی هست؟ تمرین بدنی هست. در زکات تمرین مالی هست. وقتی که جهاد میری باید مال بدی، باید اطاعت بکنی از امیر. در نماز یک امیر تعیینه، او رکوع میکنه شما رکوع میکنید، او سجده میکنه شما سجده میکنید، او قیام میکنه شما قیام میکنید. پس این تمرین بدنی هست.
مال هم در زکات میدی. اینها را پس فعلا این امور مصلح را انجام بدید تا آمادگی جهاد پیدا بشه. الله می فرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را قائم کنید، برپا بدارید و زکات بدهید و این را بدونید هر کار خیری بکنید ضایع نمیشه. و ما تقدموا لانفسکم، آنچه که تقدیم کنید برای جانهایتان، برای خودتان، من خیر، از هر خیری، تجدوه عند الله، میابید او را نزد خدا، یعنی ثوابش را نزد خدا میابید. ان الله بما تعملون بصیر، این علت است، همانا الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید من خیر و شر بصیر است. پس وقتی که خدا بیناست، میبیند، برای خدا این عبادات را انجام بدهید. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. بعد از اینکه شبهات یهود جواب داده شد، تمام اشکالات یهود جواب داده شد، حال الله عزوجل سرزنش بی فرماید بر اونها با نقل قول اونها. سرزنش و زجر با نقل قول است. اونها عرض کنم که دو تا اینجا نقل قول است. یکی این که یهودی ها می گفتند به بهشت کسی میره که فقط یهودی باشه، غیر از یهودی هیچ که نمیره. بعض نصارا می گفتند غیر از نصرانی و مسیحی هیچ که نمیره. الله می فرماید این امانیشون هست، این آرزوهای باطل و تخیلات اونها هست. اگر راست میگه دلیل بیارید. و بعدا الله ذکر می فرماید چه کسی به بهشت میره، مستحقین بهشت را. دوم این که اونها همدیگر را هم قبول نداشتند. این نیست که همدیگر را هم قبول داشتند، همدیگر را هم یهودی میگفت مسیحی و نصرانی او بر باطله، بر هیچ چیزی نیست از حق. مسیحی یهودی را میگفت او بر باطله. الله عزوجل زجر با نقل قول میفرماید و قالوا ای الیهود و النصارى، هر تو میگفتن یهودی ها و نصرانی، هر کی در حق خودشون، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، داخل بهشت نمیشه هرگز مگر کسی که یهودی باشد. این قول یهود است. او نصارى، این قول نصارى است. نه اینکه هر دو را قبول داشت، نه هم دیگر را هم قبول نداشت. نه، آیه بعد میگه تلک امانیهم، این آرزوهای باطلشون هست. ای شهواتهم الباطل التي تمنوها، یک شهوت باطل و آرزوی باطلی که اونها تمنایش را داشتند. الله این رد کرد و از اونها دلیل خواست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، مطالبه دلیل، بیاورید برهان و دلیلتون را اگر راست میگویید. اونطور نیست که شما میگید آقا چطوره، بلا، بلکه حقیقت اینه. من اسلم وجهه لله، اون کسی که تسلیم بکند خودش را برای الله، بنویسید در عقیده و عمل، هم از نظر اعتقادی هم از نظر عملی، کاملا تسلیم الله بشه. و هو محسن، و شرط دوم، و در این راستا محسن باشد، یعنی مخلص نه منافق بنویسید. و او چی باشد؟ مخلص باشد نه منافق. این بهشت را کسب می کند، فله اجره عند ربه، برای این انسان اجر او هست، پاداش نیکش هست نزد ربش. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنان هیچ خوفی نیست و آنان غمگین هم نمی شوند. غمی برای اونها نیست. غمگین بر مفارقت دنیا بنویسید، یعنی بعد از اینکه دنیا را ترک بکنن ناراحت نمیشند، به خاطر اینکه در بعد از مرگ خدا خیلی نعمت ها بهشون میده که دنیا اصلا پوچه در مقابل اونها. خب این یک زجر بود، زجر اول بود با نقل قول. و قالت الیهود، این زجر دوم، هم دیگر را هم قبول نداشتند.
وقالت اليهود لیست النصارى على شیء. یهود می گفت نیستن نصارا بر هیچ چیزی، یعنی نصرانی بر دین حق نیست. وقالت النصارى لیست اليهود على شیء. نصرانی می گفت نیست یهودی بر هیچ چیزی. على شیء، شیء معتد به، چیزی که ارزشی داشته باشد از نظر دین، یعنی بر مسیر قابل اعتداد و ارزشی نیست. و هم یتلون الکتاب، اینا کتابای خودشون را هم میخوانند، با وجودی که اهل کتابند، اهل علم و سوادن، اینطور میگویند. اون بی سوادها و اون جهلای مکه هم همین میگویند. الله میفرماید كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. همچنین میگویند کسانی که نمیدانند، یعنی جهلا، بی سوادها، مثل قول اینها. مثل قول اینها در چه چیزی؟ بنویسی بلا دلیل. اینا که اهل علمند و اهل کتابند بدون دلیل سخن میگویند، اونها هم مثل اینا بدون دلیل. یعنی این یهودی ها، این مسیحی ها که خودشون را اهل کتاب میدانند، مثل همون مشرکین هستند. هر سه گروه هر ادعای میکنن بدون دلیل. الله میفرمد فالله يحكم بينهم يوم القيامه. خداوند فیصله میفرمه بین اینها در روز قیامت، فیما كانوا فیه یختلفون، در آن چیزی که اینها در آن اختلاف داشتند. اونها در چه چیزی اختلاف داشتند؟ درباره توحید، درباره حقانیت. هر یکی خودش را حق میداند. در روز قیامت خداوند عملا فیصله میفرماید. و عرض کنم که اونجا الله تعالی نشون میده حق کی بود، باطل کی بود. و من اظلم ممن منع مساجد الله. اینجا زجر سوم هست، زجر و سرزنش سوم با نقل قول هست. الله میفرماید چه کسی ظالمتر از اون کسی که من میکند بندگان خدا را از مساجد خدا. منظور از اینها کی هست؟ ببینید، بعضی گفتند که مشرکین هستند که مسلمان ها را نمی گذاشتند قبل از هجرت، بحثش بود، در مسجد الحرام نماز بخوانند، یا بعد از هجرت در سال حدیبیه نگذاشتند که به طواف برند، به طواف مسجد الحرام، طواف خانه کعبه برند. اونها مراد هستند. بعضی میگن که یهودی ها هستند، بعضی میگن مسیحی ها هستند. خلاصه هر یک مصداقی ذکر میفرماید. الله میفرماید، مفسرین میفرمایند که از ظاهر آیه معلوم میشه عموم. عموم یعنی چه؟ یعنی هر کسی که صفتش این باشد شامل او میشه، چه مشرک مکه بوده، چه یهود مدینه بوده، چه مسیحی بوده، چه کسی که در این زمان بندگان خدا را به مساجد خدا نگذارد. ظاهر آیه عموم است. پس این آیه را خاص نکن بگو درباره قریش است. اون وقت کسی که میشنوه فکر میکنه قریش است، در این زمان کسی نیست. نه، الله معلوسی فرموده ظاهر الآیت العموم فی کل مانع. ظاهر آیه چی هست؟ عام هست. هر کسی که مانع مسجد شامل حال او میشه. و فی کل مانع و فی کل مسجد، هر مسجدی که باشد. و خصوص السبب لا یمنعه. بالفرض اگر یه وقتی سبب خاصی دارد، مثلا مراد آیه مشرکین مکه هستند، خب اون سبب خاص مانع نمیشه که آیه را به جای دیگه ما تطبیق ندهیم. هر کسی که این وصف را داشته باشه، این آیه تیری هست به قلب او. هر کسی که مردمان را نگذارد از خواندن نماز در مساجد الله. الله می فرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله. چه کسی ظالمتر از اون انسانی که باز می دارد از مساجد خدا.
مساجد الله بنیست مبدل منه، از چیه مسجد باز می‌دارد؟ ان یذکر فیه اسمه، از اینکه نام خدا در اون مسجد زیاد بشه، خاصتا بنویسید اسم خدا فقط. یعنی از این باز می‌داره که تو مسجد توحید بیان بشه، تو مسجد فقط یک خدا فریاد زده بشه، از این باز می‌دارد. ان یذکر فیه اسمه و سعی فی خرابها، و سعی میکند در خرابی مسجد. ببین آبادی مسجد با چی هست؟ با نام خدا، با توحید. این سعی میکنه در خرابی یعنی در فساد، سعی میکنه اونجا شرک بشه. الله عزوجل درباره خود اینها میفرماید اینها ممنوع هستند، اینها اجازه ندارن وارد مسجد بشن. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، این افراد نیست برای اونها اجازه این که داخل مسجد بشن الا خائفین، مگر با ترس. با ترس دو معنا داره، یا اینکه یعنی اگر یه وقتی مخفیانه بیاند، ها شما پیش شما اصلا شما نگذارید اینها را، یا الا خائفین، بعضی گفتن خائفین من عذاب الله، که خودشون میان بترسن که خدا ناگهان اونها را عذاب نده. خب ثمره دنیوی و اخرویشان را الله بیان میفرماید. لهم فی الدنیا خزی، برای اینها در دنیا هم رسوایی هست، و ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای اینها در آخرت هم عذاب عظیم هست. ولله المشرق والمغرب، حال اگر مسجد نشد تمام جهات مال خداست، برای الله است مشرق و مغرب. منظور از مشرق و مغرب خواه مشرق خواه مغرب، یعنی تمام جهات، هر جا بودید از همون جا نماز بخوانید. فاینما تولوا، به هر سمتی گشتی فثم وجه الله، به همان سمت هست ذات الله. یعنی هر جا وقتی که برای شما حتی قبله میسر نشد، به هر سمت و سویی که نماز خواندی خدا هست. ان الله واسع علیم، الله عزوجل واسع هست، یعنی خدای عزوجل در برگیرنده همه چیز هست. این نیست که خدا العیاذ بالله به یک جهتی منحصر باشد، در یک جهتی هست در جهت دیگه نیست، نه واسع هست. علیم، خدا همه چیز را میداند، لذا هم علمش وسیع هست، هم قدرتش وسیع هست، هم ذاتش وسیع هست. لذا هر جا شما نماز بخونید به هر سمت و سوی باشد فثم وجه الله، الله به همون سمت هست، نماز شما را قبول میکند، اخلاص درون شما را نگاه میکند. صدق الله مولانا العظیم.